اگر از نزد سویتفور نزد امانت بانک با سوی کتابخانه سفر کنیم، من کتابخانه در همین بنا در اوشونه سیم از طرف چپش، اگر از داخل با بالا ببریم در طرفی به طرف راست، سیم اوشونه به طرف راست میگردیم. من همینجا در همین بنا کتابخانه مرکزی نویا جایگیر است. بازی میدرویم من کلی رو نداریم طرف سه ماشینا طرفی راست، من این طرفی راست کتابخانه در اینجا جایگیر است. من کتابخانه مرکزی نویای بخش. من اینجا اوفیسی مدیر کتابخانه، دیرکتور کتابخانه، رهبر کتابخانه داخل اینجا. بازی من اینجا داخل کتابخانه. سلام علیکم. بریم این کتابا برای آزمونو آیا نمینه سخت جدا کرده نه؟ تو همه آلبوم مود خوبه نشان بده وقتی اومد قذر زدتا مافی اجرا آموناتی اینجا چیزی زدی یا کنیه چیزی جرم آمیتو علیه مشینا همه دوزاو بیا لطفا میتونی بیاد. این روی خطی چیه آیا؟ روی خطی طلب و کارمنده و هم خیلی روی خطی کتابخانه؟ نه اینه کارتوی که طلبم یا کلونم یا خواننده آخی خواننده روی خطی خواننده که کتابخانه که از کتابخانه اعضان و از اینجا کتاب میگیرن. بازی درباره همین معلومات بتین که همین حرفا چی را ifade میکنه با مؤلفش موندگی حرف با کتاب یعنی که نام مؤلف با حرف او باشه همون کتاب های نام مؤلف نام مؤلف با حرف همین پ باشه با حرف پ. مثلا میگیریم
Оlimov. او حرفی حرف او او. گرفتیم. مؤلف کتاب اولیموف رکنی با اعتمادی فرهنگ. همین خیلی. و ایامی جا مثال حرفی او قدی بود در دیگر جامعه میشه حرفی او است بود. نه یاتای ای همه حرفا الفبet قطعی است یاتای ای همه حرف یاتایی حرفی پ باشه اگر ای حرفی پ بگیریم او عبدالغفاری پرتم اینجا آی کو فقط حرف پ را گرفتی نه آه. پرتم و عبدالغفار درست. کاروان کتاب اینو نه اومگه نه این کتابای نو قصه های خوب برای بچه های خوب. کتابای نو ایش آزی بمانیم من ایش یا هم قصه های خوب برای بچه های خوب همش ها این مرزبطنامه های اینا ایش مثنوی معنوی های انا ایش سنبادنامه و قابوسنامه همینه. ها این برای بچه ها کو ببینیم مندرجش برای بچه های ازی کو ببینیم که این در شکل چیش باشه. هر سش یاتایه پس هر خیل چطوره انا ای کتابات تماشا بینانی عزیز خیلی اگر نه سنبادنامه قابوسنامه را بگیریم ازی کو بیا میره بکشین اول چیشه ببینیم یا مندرجه کاغی نیست نه مندرجه کسی کسی نسی کسی مندرجه نه اینجا در طرف پیشه یا خیلی از طرف مثلا موضوعش هم نگاه کنین تماشا بینانی عزیز چند سخن برای بچه ها و والدین خوراک بیشتی بزرگی شتر تربیت فیل آتش کودک هوشیار بینای نقطه سنج میمون فیل یعنی که قصه از قابوسنامه حیات و کوزه نیکوکاری گناهکار تجارت و سخاوت شیر و آب قصه بچه برای خوب از مرز باننامه من موضوع حکایه درباره همین چیزی که در اینجا نشون میده بگیریم ایش اینجا لکه سشته بهترین کتاب خوبه. انا یک کتابی حضرت خلف محمد خلف یک اکادمیک مردک فهرست مطالب دیباچه نوروز و فلسفه و فرنش اساسهای نجومی سالشماری و تدوین تقویم خلاصه که بهترین کتاب ها هستند در اینجا. ای مبارک های مهر اینا هم شعر نه اینا همش کوشکن چی کتاب این نه اوجاش درجه دورم درجه شاعرای دوره معاصر در این کتاب بدیعی سرهای
چیزی تو هم نداشته ما میرم هم شما وقتی سندکی همین روشه بالا میتونم جا چکار کنم نکته تچه کارده همونجا همه خولی داره اینجا خدمت رسانی رو داریم برای دسترس کردن کتاب. یا خیلی هستن که سیرکورن، مثلا کتابخانه باید بیاین یگون مثال بخونن، یگون ادبیات بخونن. کتاب نخونده هم نمیشه، باید آدمو بیاین در کتابخانه از او بشن یا یگون چیزا که بگیرن بخونن، یگون کتاب وابسته به کسب کارشون. شما هم در این باره یگون خدمت رسانی میکنین؟ ما کارمندان کتابخانه و تشکیلات مؤسسه‌ها طریق کتابخانه سیاه و مردم خدمت میرسونیم. همون ادبیات های گوناگون میبرین کارخانه دا میبرین و دا میتین تو یک چند روزه هم و 10 روز 10 روزه تا 10 روز. تو 10 روزه بعد همون خوندگیشون یکون چی نقل میکنن آخی که اقلا یکون جوی درباره همون کتاب یکون چی با سودی نوحیه میبریم، با پرکراتورا، با موسخانه، بعد چی هم میبرین؟ با میسای کلون، پلیکلینیکا، همین چی مؤسسه کارخانه هایی که هست در همین شایب خونه، اینا مکتب میبرین میخونن یگون چی میگن آخی درباره هم کتاب گفتم. سلام علیکم، انا همچون مدیر کتابخانه شما بگین که در کتابخانه مرکزی ناحیه بخش چقدر کتاب است و اینچنین در رایون چند قدر کتابخانه فعالیت میکنه؟ انا میره بگین. در کتابخانه مرکزی ناحیه بخش 82603 دانه کتاب در گردش است و در نزد کتابخانه مرکزی 16 کتابخانه 18 کتاب اصلا 18 کتابخانه کار و فعالیت میکنن. از اینها گرفته یک کتابخانه مرکزی در مرکز ناحیه که در بینای معارف جای گرفته است. کتابخانه بچگانه مستقل است. 16 کتابخانه در جامعه دهات‌ها کار و فعالیت میکنند. ما نیز کتابداران سعی و کوشش کرده ایستاده‌ایم که آن کتابخانه هایی که امروز به تعمیر نیاز دارند، از تعمیر چی از تعمیر جاری چی از تعمیر کپیتالی این کتابخانه را براریم و ما از کاروان کتاب که روزهای نزدیک به شهر باختر به ولایت ختلان کاروان کتاب آمده بود، از این کاروان کتاب به کتابخانه مرکزی 400 عدد کتاب بدیعی کودکانه و کتابخانه مرکزی ناحیه وارد کردیم. خواننده چی خیلی خواننده؟ در نزد کتابخانه مرکزی ما نیز گروه تشکیل کرده ایم که کتابخانه سیاه و تمام کارخانه های ناحیه رفته کارمندان و راهبران آن کارخانه ها را اعضای فعال کتابخانه کرده ایستاده اند. خوانندگان نیز کم نیستند، اصلا بیشتر قشر جامعه و ما بیشتر میآیند کتاب طلب میکنم. امروزها در تمام شهر و ناحیه ها نیز آزمون فروغ سپیدانه‌ای کتاب رفته ایستاده است. با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت نیز این آزمون رفته ایستاده است. از حساب کتابخانه مرکزی که در نزد کتابخانه مرکزی محفل ادبی گلبرگ است نیز یک نفر دور ناحیوی اشتراک کرد و راه خط گرفت و دور ولایتی. احسن. جلبی
خوانندگان به کتابخانه مرکزی و به دیگر کتابخانه جلبی همین اساساً جلبی خواننده‌های مکتب همین چی خیلی ما نیز باز در نزد کتابخانه یک محفل رای گرفتیم شاهنامه خوانی اصلا با خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی اولا از مکتب میانه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 سر کردیم که آنها هر هفته روز پنجشنبه اومده در نزد کتابخانه مرکزی نیست محفل شاهنامه خوانی فعال آخه البته فعالا اینترنت ناحیه اومده کتاب‌های لازمه خود رو از ما دسترس میکنن مکتب 24 نیست اومده از ما کتاب‌های لازمه خود رو بسیار ترگی می آیند خوانندگان می آیند قشر جامعه نیست هم بسیار می آیند برای خواندن کتاب‌های ادبیات‌های بدیعی خوانندگان طلبه های مکتب نیست برای آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است آزمون علم فروغ معرفت نیست برای کتاب می آیند ما خواننده‌های خود رو مغز خوب قبول میکنیم کتاب‌های لازمه آنها رو نیست دسترس کرده به آنها میرسونیم حالتی بیشتر این جماعتو دا مثلا جماعتی که رفته چه خیلی شماره خوانندگان کتاب در جماعت کیرف ما نیست 2 عدد کتابخانه داریم که در آنجا هم طریق آزمون ها رفته ایستاده است طلبه ها خوانندگان هم نیز بسیار هستند تعمیر رفته ایستاده است خوانندگان بسیار میروند اونجا در شماره کتابخانه شماره کتاباشون زیادتر اونجا در البته شماره کتابخانه ها 6541 عدد کتاب در کتابخانه رقمی 5 است و 7 عدد کتاب در کتابخانه رقمی 7000 اینا در اون کتابخانه کیرف نه اینها در همون کتابخانه در حدود هم کتابخانه هست اون کتابخانه کیرف شما بگین همچون سردار کتابخانه مرکزی که خوانندگانی هستند که از روی اختصاصشون بیشتر کدام خوانندگانی هستند که از روی اختصاصشون از شما کتاب طلب میکنن همین باره معلومات بدین پیشتر گفتم که ما کتابخانه سیار تشکیل کردیم در نزد کتابخانه مرکزی ما اصلا با همون کارخانه هایی که در حدود ناحیه خود فعالیت میکنن تامینات کتاب میبریم به کتابخانه اعضا میکنیم بیشتر بیمارخانه مرکزی کسی ناحیه کارمندان ساحه تیب بیشتر از روی اختصاصشون کتاب ها رو خواهش میکنن ما کتاب‌های آن کتاب‌هایی که به آنها لازم است ما یافته به آنها دسترس میکنیم حکومت ناحیه در اینجا هستن از حکومت ناحیه بسیارتر کتاب‌های ادبیات بدیعی میپرسن میبریم تامین میکنیم مالیه ناحیه نیز کتاب‌های لازمه خود را میپرسن ما تامین میکنیم از فوند کتابخانه مرکزی بسیار هستن کتابخان بسیار است کتاب‌ها در بخش کشاورزی هم هستن البته کتاب‌ها در بخش کشاورزی هستن که در جماعت وحدت ما داریم کتابخانه 4 عدد کتابخانه در جماعت وحدت کار و فعالیت میکنن بعد در اونجا هم هست خوانندگانی که اویل کشاورزی کتاب طلب میکنن البته ما آنها رو دسترس اگر با آن شرطی که ما از کتابخانه‌های ناحیه از کتابخانه‌هایی که در جماعت‌ها کار و فعالیت میکنن دسترس کردن نتوانستیم از کتابخانه‌های شهر باختر از کتابخانه‌های استدلایتی نیز طلبات آنها رو قانع می‌گردانیم. تشکر زیاد.